سلام دوستان، به کانال الکترو BND خوش اومدین. خب تو ویدیوی قبلی با هم این فرز مینیاتوری رو درست کردیم و قرار شد تو ویدیوی بعدی با هم یه دونه دیمر درست کنیم که بتونیم سرعتش رو اضافه کنیم یا کم کنیم. خب چیزایی که لازم داریم: یه دونه ماژول رگولاتور LM317، دو تا خازن 100 میکروفاراد 50 ولت، یه دونه مقاومت 220 اوم، یه دونه هدسینگ کوچیک برای رگولاتور LM317، یه دونه ولوم 10 کیلو و یه دونه پیچ واسه پیچ کردن هدسینگ به رگولاتور. خب اینا رو هم من از هم جدا کردم که راحت تر بتونیم کارمون انجام بدیم و قرار شد توی یه باکسش بذاریم، یه باکس داشته باشه بتونیم راحت کم و زیادش کنیم. از این دیمر هم میتونیم جایی استفاده کنیم که بخوایم ولتاژ رو کم و زیاد کنیم. مثلا یه جا بخوایم ولتاژ 18 ولت استفاده کنیم، ورودی 24 بهش میزنیم که بتونیم از 18 تا استفاده کنیم و ورودیتون هر چقدر باشه 2 ولت ازش کم میشه، 2 وات ازش کم میشه. مثلا 24 بزنین تا 22 واسهتون میاد. دستگاهمون رو روشن کنه، این فرز مینیاتوریمون رو روشن کنه که بتونیم ازش استفاده کنیم یا مثلا درجهش رو کم کنیم یا زیاد کنیم. خب حالا میریم واسه یکی یکی کار رو جلو بردن. اول دو تا خازنه رو، دو تا پایه هاشو به هم وصل میکنیم، دو تا پایه هاش هم میذاریم به سمت بالا به این شکلی که میبینید. بعدش هم این رگولاتور رو پیچ میکنیم به این هدسینگه و یادتون باشه همیشه محکم باشه، چون این رگولاتور وقتی برق 24 بهش میدین خیلی داغ میکنه. پس حتما نیازه اگه بخوایم بیشتر از 12 استفاده کنیم یه دونه هدسینگ داشته باشین. اصلا به نظر من کلا داشته باشین بهتره. پس یادتون باشه حتما یه دونه هدسینگ داشته باشین واسش که بتونه دماشو کمتر کنه. من هدسینگ رو وصل کردم به رگولاتور و یادتون باشه اگه پرده حرارتی داشتین که زیرش بذارین خیلی عالیه، اگه نداشتین هم که هیچی. پرده حرارتی باعث میشه انتقال گرما راحت تر باشه به هدسینگ. خب اولین کار دوتا پایه های خازنمون رو به پایه های سمت راستی و وسطی رگولاتورمون لیهیم میکنیم و این یه دونه مقاومتی هم که داشتیم به این پایه سمت چپیمون لحیم میکنیم. خب من اینا رو لحیم میکنم، دوباره برمیگردم پیش. الان دوتا پایه خازنه رو وصل کردم به پایه سمت راستی و وسطی رگولاتور. این یه دونه پایه رو که به هم وصلش کرده بودیم، خب اینو فعلا میذاریمش که بعد وصلش کنیم به پایه ولوم. خب دوستان کار دیمرمون هم تموم شد، فقط باید سیمای ورودی و خروجیش رو وصل کنم. خب این الان دیمر ماه، میتونیم باش ولتاژ کم و زیاد کنیم تا 24 ولت میشه بهش داد، ولی بیشتر ندین. خب پایه‌ای که دوتا خازن رو وصل کردم به سمت چپ ولوم میشه پایه منفی ما. خب یادتون نره پایه‌ای که دوتا خازن به هم متصل شده و وصل شده به پایه ولوم پایه منفی ماه باشه. خب میرم حالا سیم بیارم که این پایه ها رو به هم وصل کنم. همونجور که گفتم سیمای ورودی و خروجی رو وصل کردم و داخل باکسش گذاشتم که داخل باکس بذاریم و از اونجا بتونیم استفاده کنیم و سرعتش رو افزایش یا کم کنیم. الان من اینا رو باز جا میزنم و بهتون نشون میدم که چی شد. و منفی های مشترکمون دیدیم وصل کردم به پایه سمت چپ، مثبت ورودیمون هم وصل شد به پایه
سمت راست، خروجیمون هم وصل شد به پایه وسط. فقط یه نکته میمونه توجه داشته باشین، اینا رو خب یه پایه ورودیش باید به پایه وسط باشه مقاومت، خروجیشو باید وصل کنیم به پایه سمت چپ و باز خم بزنین که برسه به پایه های ولوم. یادتون باشه روی دوتا پایه های ولوم، وسطی و سمت راستی، پایه مقاومت باید لحیم بشه. حالا من باز لحیم میکنم که قشنگ متوجه بشین. اینجور که میبینید من اینا رو متصل کردم و پایه ورودیش اومده به پایه وسط، خم خورده، خروجیش یه پایش رفته به پایه سمت چپ ریگولاتور، بعد دوباره وصل شده به پایه های ولوم. به دو تا پایه های ولوم باید لحیم بشه، حواستون باشه اشتباه لحیم نکنید که کار نمیکنه. یه جاشو اشتباه برین دیگه تموم. بعد خازنمون هم باز وصل میشه به همین پایه وسط، یکیش هم وصل میشه به این پایه. اینم میشه پایه ورودی برقمون، اینم خروجی برقمون. پایه وسط خروجی برقمونه، پایه سمت راست ورودی برقمونه. یادتون باشه پایه‌ای هم که وصل میشه به این و به خازنا میرسه پایه منفی مشترکمونه. آماده است برای تست. یادتون باشه بیشتر از 24 ولت بهش ندید، چون دیگه توان نداره و رگولاتورتون میسوزه. در صورتی میتونید 24 ولت بهش بدین که موتورتون 24 ولت باشه، یا 18 ولت یا 24 ولت. یادتون باشه برق 24 ولت به موتور 12 ولت نمیدن. خب دیگه ویدیو امروز هم به پایان رسید. تا ویدیو دیگه بدرود.